آیا اهمیت شروع از تابستون چقدره و بچه‌ها میگن که آقا حال و حوصله‌شو نداریم، باید چیکار کنن؟ بچه‌ای که حال و حوصله جمع کردن یه مش درس کنکوری خیلی ببخشید مزخرفو نداره، الانم 11 تا کنکورش داره و نمیخواد این وقتو بذاره، بهتره که اصلا سمت رشته تاپ نره. کسی که نمیتونه این درس‌ها رو جمع بکنه، درس‌های خیلی نحیفی ان اینا، برن دانشگاه متوجه میشن. چجوری میخواد بعداً پزشک مملکت بشه؟ یه شغلی که مسئولیت پذیری بالایی هم داره. اما خب اهمیت تابستون چیه؟ تابستون خوبیش اینه که یک، آزمونه آزمایشی معمولا نیاز نیست دانش آموز شرکت کنه تابستون، و چون این آزمونه در واقع بودجه بهشون نمیده، محدودشون نمیکنه، دانش آموز خیلی آزادتر میتونه درس بخونه، خیلی آزادتر میتونه ایراداتش رو بگیره. مدارس بستن، تایم بیشتری دانش آموز تو خونه داره. من توصیه‌ام اینه که دانش آموزی که حالا تو این بازه الان وسط مرداد دیگه، الان مثلا تو این بازه هستیم، روی تقویت درس‌های تستیش باید خیلی تمرکز کنه. الان دانش آموز میتونه درس‌های تستیشو خیلی تقویت کنه، اون پایه تستیشو بسازه، درصدشو مثلا بین 35 تا 40% بیاره که بعداً تو پاییز یه بیسی داشته باشه، بگه من 35 تا 40 رسیدم، حالا از اینجا میخوام برم تا 60 تا 70. تابستون اهمیتش اینه. کسی هم که حوصله نداره که گفتم اصلا بهتره نخونه کلا.